السلام علیکم دوستانی عزیز، تماشابینان محترم، خوش آمدید به کانال من. امروز ما برای شما یک ویدیو بسیار جالب تیار کردیم. تا آخری ویدیو را تماشا کنید. رحمت که به همه ویدیو در آمدین تماشا کردین. تا آخرش تماشا کنین، با شما معقول میشه. و امروز این ویدیوها بعدی که من تولد خونه را یعنی که ایرادان برآمدم، بعدی همونجای خیلی که گفتم تان بعدی که من ایرادان برآمدم با دویم برا با در بلنیسه غلطیدم. من خیلی بیمار شدم، با 4 روز دیگه در بلنیسه بودم. با خیلی ساق سلامت ما را جواب دادن، خانه آمدیم. خدا را شکر نیچه همساز ما همساز خیلی خانه آمدم. بعد خیلی چند روز پس خاله ما را خونهش دعوت کرد، مهمانی رفتیم. ما در اونجا بسیار برایش ما خیلی ویدیوهای زور گرفتگیم امروز منتج کردم و خواستم که برای شما بمانم پیشکش کنم. خیلی جاهای زور رفتیم و خواستم که برای شما را نشان دهم. تا آخر ویدیو را ما رو همراهی کنین. ما امیدوارم که به شما می ویدیوی ما معقول میشه و رحمت کلان اولا به همه اون نفرانی که مرا تبریک کردن با تولد شدن دخترچم. خداوند کسانی که آرزوی فرزند دارین، فرزنددار شدن میخواین، انتظار فرزندین، شما را به همه آرزوهای نیکتان برساند. خدا جان شما را مهمی میوه بهشتیش، میوه شیرینش ناامید نکنه، به نصیب نکنه. چی داری در دسته؟ تنگه داری؟ نبوده نکخته کوکورو رسوم یک کوکورو زخده بخند من فراموش کردم زود نامی تو، من در آغوشی دیگر آسودم. بودنم با تو حرام بود، لحظه های انتقام بود، با تو بودن کاری خام بود. رفتم از تو بهترین از حال من، از چی میپوسی دیگر احوال من. بودنم با تو حرام بود، با تو بودن کاری خام بود، با تو بودن کاری خام بود. به تو خوبم از تو رفتم، شیشه یادت شکستم، به خیالی تو نشستم. خوبم از تو رستم، شیشه یادت شکستم، به خیالی تو نشستم. عشقی تو با کاری خود وفایی را ندیدم، به هیچ خیال از دلم تو را با آسانی بریدم. تو انتظارم نباش، زارم نباش، بیزارم از تو، خاطراتم از تو دستی باد کنون بسپارم از تو. میران هم راحتم ناراحتم وقتی تو باشی، آرزویم یکی روی رهم کاشکی نباشی. اینجا باشه آواز طبیعت هم که خوش رو فورم اومده است. بود آواز پرنده ها که خودتون شما رو هم بشنوینم. آواز خوش روی که پرنده بشنوینم.
دست تو دستی باد کنم 20 بارم از تو بیرانه همراحتم ناراحتم وقتی تو باشی آرزویم این یکی روی رهم کاشکی نباشی بی تو خوبم از تو رستم شیشه یادت شکستم بی خیالی تو نشستم در بروی تو ببستم شیشه یادت شکستم بی خیالی تو نشستم بگونیشید خیلی اومدیم بیرون انم خیلی لبی اوش نبینه چه پودینه کلون شده ای پودینه خیلی уже پیر شده ایره وقتی که نامه برویه میگیرن در بهار وای میکنن شه چیزای علافی میکنن ده اوقاتای علافی ده سمبوسه علافی اوش توپا هم خیلی چیزا ده با مزه انا ایجا باشه سرزمین اومده یا ایجا جای گندم زمینی گندم اینا گندم هم خچون مهنت میکنن همه چی را خچون مهنت میکنن در زمینی خچون وای میکنن گفتیم گپو میکورن بعد تیره مهده میگیرن انا ایجا باشه زمینی رشقه کسی نمیدونه رشقه چیه رشقه برای گاو و مال میشوه خیلی بسیار توجکو میدونن برای گاو و مال میکورن ایره برای زمستانشون وای میشوه خوراک میشوه ده نه علافی رشقه چی خیلی سوازی خوش روه انا ایجا باشه زمینی کارتشکه уже گل کده کارتشکه هم خودشون مهنت میکنن جاولی اگلا جای زور هست ما بسیار شبو وای نکردم کامera نتونستم کرده با خالم گفتم که شما کامera کنه خالم گرفتن کامera کردن برای شما را با گپ زده چون همه چی را میفهمونند نه چه بود هوای قشلاق هم خیلی تازه خوش رو هم خیلی عالی ویدیو را تا آخرش تماشا کنین دوامش با جالبتر شدن میگیره گلاکوی زرده کبین حالا این زمینش باشه زمینی سبزیه برگی سبزیش خیلی دوری زمینه خیلی خطا میدونین برگ سبینه چه خیلی جویبه که خوش روه ده این قوره گشنیشه گلش قوره میشه قوره میگیرن ایش اکروب این اکروبه قوره شا میگیرن با سال دیگه میشنونن این قوره گشنیش میشه اینجا پیاز شده گوشه پیاز دهقان رسیدی حاصل دهقان اینه لوبی عدی دهقان را لوبی این گلکا لوبی میشه این اسمه میدونی ها؟ اسمه نه دادوری پیاز اسمه دادوری پیاز یا لیلی مجموعه شروع میگیره این هالاکای لوبی را بینین نوتا چوشه وای کرده لوبیاش خیلی کلونک شده نه ایره بینین چه خیلی کلونک خوش رو شدین یورا با پیش دیدن با حلواتش دیگه طبیعت احساس کردن طبیعتی تازه رم خیلی بود هوای خوش رو را خیلی چند خیلی تانستم چرز اکرانش مادم هم خیلی گفتم او روزا پری دعوت کردم
خیلی طبیعت برای شما کامera کردم. خیلی نزدیکی شما شید با خانه در اومدیم. با پگا گفتم که میرم با یگان جاهای نغزه برای شما کامera میکنم که پگا ببینین چیکار شید. هم خجاله بارید هم خجاله بارید، زمین سفید شد. حال تا آخرش تماشا کنین خیلی خودتون میبینین چیه. با هم کلون کلونی هستن که جالو خیلی عجایب شد با خدا. جالا دادیا جالا دینم جالا های پی هوراکو های پی درختکا های پی درختکا های پی هورا رختن همه شنه بارختن. اینا قریب رولا تمام شد. زمین ببینید چقدر سبز شد مگه برف هست. حالا ببینید چقدر بسیار بزرگه. ببینید bu kalınçına bebinid. ببینید چقدر یخنم خیلی. بعد جلوی یادمده افتاو بینید. افتاو برآمد با یادمده. نکی پگاش دوام خیلی خنک کشید که جلو را بینید کالونیشونا. بعد ما خیلی 2 روز ایستادیم همونجا دوام. آستا اومدیم خونه. هم خیلی 2 روزی خاطرمون بود برای ما. امیدوارم که همه چیزی که خودم احساس کردم شما دم رسانده تا نیستم. چخیر سدی نکنی با قشلاق دیگه یا بود هواش خوردنیش همه چیزش. دیتری اصل کی باش ها. دیتری شیلین کی باش ها. نینی چای ما باشه 15 ده 1 ماه شده. هم خیلی اوچاش فاتاسیش کرده. رنگی دیگه دولت ها باری یاد گرفتیم ورم. بعد پرسیدن که نامشه چی موندم. نامشه جنت موندم. بسیاری حال سوال میتن که چی نامشه خیلی موندی. ولی نام بخچه استوریا دارم و برای شما را نصیب باشه یکون روز وقتش بیایه نقل میکنم استوریاشه. بعد پرسیدن که چند هفته ده تولد کردی. 40 هفته ده 40 نیدلیه ده 7.5 کیلو. بعد کرته که در ویدیو پیشتر زکاز کرده بودم و پرسیدن که یک جا گرفتم. هاش در اینترنت مگازینای اینستاگرام پره هم خیلی کرده. لیکی با گفتی ما خوب ترشم پاپلنک خودمون گیریم بچه نیدلی خودمون دوزانیم همون 100 بار بهتره. ایجاده باشه کامرسی آمدن یک گوسپند قربانی کردن. در همه جا ویدیوی ما با آخر میرسد. خیلی زنیدید تا دیداری آینده. خدا نگهدار.